یک روز پیش از عید قربان روز عرفه است، 9 ذوالحجه. روزه گرفتن در این روز فضیلت‌های خیلی بزرگی دارد. هر فرد مسلمان می‌خواهد که گناهان گذشته و آینده او بخشوده شود. پس اینک برای شما یک فرصت خیلی بزرگی هست. این رو غنیمت بدانید. با روزه گرفتن یک روز، یعنی روزه گرفتن روز 9 ذوالحجه، گناهان سال گذشته و سال آینده شما بخشوده می شود. حضرت ابو قتاده رضی الله عنه از جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم روایت می کنند که روز از پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم درباره روز عرفه سوال کردند. جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند روز عرفه کفاره